چرا ممکنه طلا بشه $5000 و نقره $200؟ حقیقت اینه که دنیا داره برای یک ریست مالی آماده میشه. زمانی هر دلار آمریکا پشتوانه طلا داشت، اما از سال 1971 به بعد همه چیز تغییر کرد. از اون روز به بعد دیگه دلار با طلا پشتیبانی نمیشه، بلکه با بدهی و اعتماد پشتیبانی میشه. این دو مقوله هر روز سریعتر از قبل در حال فروپاشی هستند. هر بار که پول جدید چاپ شد، ارزش واقعی اون پول بی صدا از بین رفت. نتیجه این شد که جهان در حال حاضر بیش از 315 تریلیون دلار بدهی داره، عددی که هیچ دولتی نمیتونه واقعا پرداختش کنه. نتیجه اینه که با بیارزش کردن پول قصد دارن بدهی هاشون رو پاک کنن. این لحظه همون لحظه‌ایه که ریست مالی اتفاق میفته. ریست به معنای سقوط نیست، بلکه به معنای بازتعریفه. بازتعریف ارزش یعنی کاری کنند که دوباره تعیین بشه که پول واقعی چیه. در سال 1944 این کار با طلا انجام شد و در سال 1971 به وسیله دلار. حالا نوبت دنیای دیجیتاله. بانک‌های مرکزی دارن بی صدا آماده میشن. جالب بدونید فقط در سال 2023 بیش از 1000 تن طلا خریده شده برای اینکه بتونند اعتماد از بین رفته سیستم مالی رو بازسازی کنن. واقعیت اینه که اگر حجم پول جهانی از سال 2008 تا به امروز 10 برابر شده، منطقیه که ارزش واقعی طلا هم 10 برابر بشه. یعنی جایی بین 5000 تا 7000 دلار در هر اونس. در ارتباط با نقره هم اگر نسبت تاریخی طلا به نقره دوباره برگرده به عدد 16، قیمتش باید به 200 تا 300 دلار برسه. در ظاهر هنوز همه چیز آرومه، اما زیر پوست این سیستم یک بازتنظیم بزرگ در حال شکل گیریه. کسانی که زودتر متوجه میشن نه تنها دارایی هاشون رو حفظ میکنن، بلکه در ریست بعدی صاحب سیستم جدید میشن.